نام خداوندی بخشنده مهربان. دوستان عزیزم، گل دخترها، گل پسرها، سلام. قرآنی قرآنی ربیع قلبی، قرآنی 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 نور صدری، قرآنی 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 جلاء حزنی، قرآنی 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 ذهاب همي، قرآنی قرآنی قرآنی. امیدوارم حالتان خوب باشد. در کنار شما هستم با یک دنیا قصه های شیرین و شنیدنی. آیات منزلات موعظة وبركة، آیات منزلات موعظة وبركة، منهجي هو في الحياة قرآني، منهجي هو في الحياة قرآني. یکی از بزرگترین نعمت‌های خداوند کتاب قرآن است. کتابی که همیشه جاودانه است. خداوند مهربان که آفریدگاری همه ما و شما و جهانیان است، خوب می‌داند که ما چقدر قصه و افسانه را دوست می‌داریم. برای همین در کتاب قرآن قصه های بسیار آمده است که می‌خواهیم با هم آنها را بشنویم. پس به برنامه قصه های قرآنی خوش آمدید. براستی تا به حال به این فکر کرده اید که جاندارک های کوچک مثل کیرم و مورچه و ملخ و پشه چی کارهای میتوانند انجام دهند؟ امروز میخواهیم داستان یک پشه قهرمان را برایتان نقل کنیم. پشه‌ای که توانست قوم را از دست یک پادشاه ظالم نجات دهد. پس همراهی ما باشد تا بشنویم داستانی پشه قهرمان. من یک پشه هستم که از زمانهای خیلی دور آمدم پیش شما تا داستان را تعریف کنم. داستانی که در آن عاقبت ستمگر را می‌بینیم. درست است که من یک پشه کوچک هستم، اما اگر خدا بخواهد کارهای بزرگ میتوانم انجام دهم. در روزگاران قدیم مرد زندگی میکرد که او را ابراهیم مینامیدند. میدانید او یکی از پیامبران بزرگ خدا بود که در سرزمین بابل زندگی میکرد. او مردم را همیشه به خداپرستی و کارهای نیک فرا می‌خواند. اما پادشاه بابل که نامش نمرود بود بسیار با او دشمنی داشت. نمرود میگفت من خدا هستم، پس همه انسان‌ها باید مرا پرستش کنند و در برابر من به سجده روند. این پادشاه به هیچ کس رحم نمی کرد و مخالفان خود را از بین می برد. نمرود به ابراهیم و دوستانش ستم‌های زیاده کرد. دیگر همه از دست او و کارهای ظالمانه‌اش خسته شده بودند. روزی از روزها نمرود
به بناها و مهندسان سرزمینش دستور داد یک برج بلند بسازند. آن وقت بالای آن برج رفت و به طرف آسمان تیر پرتاب کرد و گفت: من خدایی را که در آسمان است از بین میبرم. اما ناگهان برج به لرزه افتاد و نمرود با ترس و وحشت به پایین آمد. مردم که خیلی از نمرود و کارهای بدش خسته شده بودند همیشه دعا میکردند و از خداوند کمک میخواستند. من هم که حال مردم را میدیدم بسیار دلم میسوخت و همیشه میخواستم که بتوانم کار انجام دهم. اما من خیلی کوچک هستم، تا اینکه خداوند به من دستوری مهم میداد. پروردگار گفت: ای پشه، به سراغ نمرود برو و او را نابود بکن. کمی ترسیدم و با خود فکر کردم که آخر چگونه من به این کوچکی و ضعیفی میتوانم در برابر نمرود بایستم، که در همان لحظه خداوند گفت: ای پشه، بدان من پروردگار تمام جهانیان هستم و هر آنچه بخواهم همان می شود. پس به سمت کاخ بزرگ نمرود پرواز کردم. از تالارهای مختلف و زیبا گذشتم. نمرود که خیلی مغرور بود و خود را بسیار بزرگ و با قدرت میپنداشت، هرگز فکر نمیکرد که یک پشه بتواند او را از پای در بیاورد. اول روی لبش نشستم و او به اهمیت مرا کنار زد، ولی من فوراً وارد بینیش شدم و از آنجا به سمت مغزش رفتم. این دستوری پروردگار بود و من باید او را از بین می بردم. نمرود فریاد کشید و 40 شبانه روز این سو و آن سو می دوید و ناله می کرد تا اینکه از بین رفت. و این است عاقبت ستمگران. دوستان خوبم، امیدوارم از داستان امروزمان لذت برده باشید. با امید روزی که هیچ ظلم در جهان اتفاق نیفتد، شما همراهان خوبی رادیو مهر را به خداوند مهربان می سپارید. خدا نگهدار.